توی این ویدیو میخوایم کاری بکنیم که به راحتی بتونیم لوگویی که بیکیفیت هستش، آیکونی که بیکیفیت هستش رو با چند کلیک ساده و سریع و راحت تبدیلش بکنیم به وکتور و خیلی کیفیتش رو بالا بیاریم تا بتونیم توی هر نرم افزار و توی هر کاری ازش استفاده بکنیم. خب میبینید که این لوگو سایز کمی داره، کیفیتش پایین هستش. خب برای اینکه سایزش رو بیاریم بالا، کیفیتش رو بیاریم بالا، اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که کلا ابعادش رو بزرگتر بکنیم. از قسمت ایمیج سایز، آلت کنترل آی وارد قسمت ایمیج سایز میشه. چند تا راه دارید، یا رزولوشن رو ببرید بالاتر یا ابعاد رو ببرید بالاتر. اگر رزولوشن خیلی پایین بود، رزولوشن رو ببرید بالاتر. اگر رزولوشن معمولی بود، قابل تحمل بود، ابعاد رو ببرید بالاتر. حالا کاری که ما اینجا میکنیم این هستش که ابعاد رو میبریم بالاتر. الان ما روی سانتی متر داریم کار میکنیم. مثلا من یه چیزی اولش ابعاد رو روی 150 سانتی متر قرار میدم و اوکی میکنم. بعد از اینکه این کارو کردم میبینید که بزرگتر شد و سایز رو بالا بردیم. خب حالا اگر زوم بکنم میبینید که یه خورده کار محو شده با اینکه سایز بزرگتر شده، ولی هنوز اون شارپ بودن رو نداره و ما نیاز داریم که بازم یه کارهایی رو انجام بدیم. خب بعد از قسمت فیلترها وارد بلر بشیم و گزین بلر رو انتخاب بکنیم. یک مقدار بلر به کار میدیم. این دیگه بستگی داره به کار شما، چقدر نیاز داره که شما بهش بلر بدین. یه چیزی اولوش سی اینجا مناسب هستش، ولی خب باید یه جوری باشه که شما یه خورده بلرتون عکس رو محو بکنه ولی کامل از بین نبره و بتونید جزئیات رو مشاهده بکنید. بعد از اینکه کار نهایی شد روی اوکی کلیک بکنید. خب الان بلر رو هم دادیم به کار. حالا از قسمت ادجاستمنت لیرها قسمت کرو رو انتخاب میکنیم. میخوایم به کار یه کرویو بدیم. یه خورده اینو جابجا بکنم بهتر شما مشاهده بکنید. دو تا اسلایدر داریم ما این قسمت پایین. این قسمت رو انتخاب میکنید و میکشید همین قسمتی که روی پایین هستش، جابجا نمیکنید، به سمت راست میارید و این قسمت سفید رو هم به وسط میارید، به سمت چپ میارید. میبینید که الان همینجا ما تونستیم کیفیت کار رو خیلی بالا ببریم و دیگه تقریبا کار درست شد. حالا اینا دیگه باید خودتون هم یه سری تنظیمات نسبت به کار خودتون متغیر هستش، این رو انجام بدید. همینجا ما تونستیم کار رو کیفیتش رو بالاتر ببریم. حالا اگر میخواید تبدیلش بکنیم به وکتور، جوری باشه که شما بتونید توی هر نرم افزاری استفاده بکنید، یه مرحله هم بیشتر میتونیم اون کار رو انجام بدیم. چون الان حالت پیکسلی هستش، اصطلاحاً بهش میگیم رستر هستش و یه خورده توی ممکنه کارهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک باز به هم بریزه تو آینده، ولی الان کیفیت خوبی داره. خب عکس رو با شورتکات کنترل شیفت ای مرج میکنیم که توی یک لایه قرار بگیره تا حالا هر کاری رو انجام دادیم. باید این قسمت ها رو ما حالا سلکت بکنیم. قسمت هایی که لوگو ما هستش، آیکون ما هست، نماد، هر چیزی که دارید رو باید سلکت بکنید. با هر ابزاری که راحت هستید میتونید انجام بدید. من اینجا با ماجیک وان تولز انجامش میدم. وقتی که انتخابش میکنم یک بار کلیک میکنم، میبینید یک قسمت رو انتخاب میکنه. حالا برای اینکه بتونیم قسمت های دیگر رو بهش اضافه بکنیم، شیفت رو که نگه میدارم یه علامت به علاوه یا مثبت اون بغل میاد. حالا من هر جا رو کلیک بکنم اضافه میکنه. میبینید تونستم به راحتی با چند کلیک این قسمت ها رو انتخاب بکنم. حالا راست کلیک میکنم و از قسمت میک ورک پس یک مسیر انتخاب میکنم. این دارم تعریف میکنم که این قسمت هایی که ما سلکت کردیم رو تبدیل بکنه به یک مسیری که مثل حالت پن میکشیم و حالت وکتورش بکنه. اینجا میزان تولرانس خطایی که چند پیکسل باشه رو انتخاب میکنید. یه چیز درش 1-2 پیکسل مناسب هستش که بتونه لبه ها رو نرم تر بکنه. اوکی میکنیم. خب میبینید که تونستیم یک مسیری رو تعریف کنیم. سلکشن ما حالا تبدیل شده به حالت وکتور. بعد از این قسمت روی ابزار پن کلیک میکنیم که شورتکاتش پی هستش، فعالش میکنیم. حالا این قسمت رو قرار میدیم روی پس. وقتی این قسمت رو قرار دادیم، اگر این حالت تا غیر فعال بود، بعد این مسیر ما از حالت سلکت در اومده، اون پسی که درست کردیم بعد دوباره سلکتش بکنیم، انتخابش بکنیم. چطوری میتونیم انتخابش بکنیم؟ از پنل لایه ها چند تا تب وجود داره که از قسمت لیرز میریم توی پس رو که انتخاب یعنی سلکتش میکنید، فعالش میکنید، کافی هستش روی این قسمت یک بار کلیک بکنید. وقتی که من اینجا کلیک کردم میبینید این قسمت فعال میشه. اگر فعال بود که هیچ، اگر نبود این کار رو انجام بدید. حالا میتونم بگم که این مسیر منو تبدیلش بکن به یک شیپ. الان میبینید تبدیل شد به یک شیپی. حالا دیگه به راحتی من میتونم از این توی همه جا استفاده بکنم. دوباره برمیگردم تو قسمت لایه ها،
پنل لایه ها، تو تب لایه ها، و میتونم این قسمت رو خاموش بکنم، اون لوگویی که هنوز تبدیلش نکرده بودیم به وکتور، یک لایه خالی هم این پایین درست میکنم و با یک بک‌گراند سفید پرش میکنم که بتونید ببینید. الان من اگر این قسمت رو کلیک بکنم رو خود شیپ باشم، این قسمت رو بذارم روی شیپ، میتونم تمام جزئیاتش رو هم تغییر بدم. مثلا میتونم انتخاب بکنم که من دورخط نمیخوام داشته باشه، رنگش رو میتونم حتی عوض بکنم. دیگه حالت وکتور داره، هر کاری که دلم بخواد میتونم باهاش انجام بدم. حالا میتونید به راحتی خروجی بگیرید توی همین نرم افزار فتوشاپ، الستریتور، کورل، هر نرم افزاری که وکتور محور هستش یا همین فتوشاپ هم میتونید ازش استفاده بکنید و کیفیت کار بسیار بالا رفت.